درود رفقا، حالتون چطوره؟ من دستانم و خوش اومدیم به اولین ویدیو یه داستان دانستنی. تا حالا همتون اسم سیاه‌چاله رو شنیدین، یه سوراخ کلفت که هر چیزی رو جذب میکنه، حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه. ولی این سوراخ از کجا میاد؟ خب تو این ویدیو قراره بفهمیم. ولی قبل از شروع ویدیو اگه به دانستنی و اطلاعات عمومی و اینجور چیزا علاقه داری، دکمه سابسکرایب بزن، زنگوله‌ش هم حتما بزن و اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک هم انگوش کن. بدون معطلی بریم ببینیم این سوراخ از کجا میاد. مواد مورد نیاز برای تولید یک سیاه‌چاله: یک ستاره بسیار بسیار سنگین، حدوداً 20 برابر خورشید حداقل. 20 برابر خورشید حداقل. سیاه‌چاله عملاً جنازه یک ستاره است دیگه، به این شکل میشه گفتش. ستاره ها 3 مدل جنازه دارن. یه ستاره شبیه خورشید ما جنازش کوتوله سفیده، یه کوچولو موچولو ریزه میز است. ستاره های سنگین تر، ستاره هایی که جرمشون 5-6 برابر یا 10 برابر خورشیده، جنازشون ستاره نوترونیه، خیلی خیلی سنگینه. و مورد آخر ستاره های بسیار بسیار سنگین با جرم حداقل 20 برابر خورشید. حالا چطوری سیاه‌چاله به وجود میاد؟ سیاره ها 2 تا نیروی ضد هم دارن که دائما با هم در جنگن. یکی نیروی همجوشی هسته‌ایشونه که دائم داره انرژی به بیرون ساطع میکنه. یکیش هم گرانششونه، به خاطر جرم زیادی که دارن گرانش خیلی زیادی هم دارن. حالا این 2 تا با هم دائما تو جنگن و به هیچ نتیجه‌ای هم نمیرسن. هر کدومشون میان تو نبرد یه موزی برمی‌دارن میرن. حالا زمانی که همجوشی هسته‌ای متوقف بشه، مثل این میمونه که سربازای دشمن ناگهان ناپدید بشن. خب این یه کارت برنده است برای نیروی گرانش حمله میکنه و شروع به خودخوری میکنه و بعد بوم، انفجار ابرنواختر. تا اینجاش که همه ستاره‌ها شبیه هم بود، تمامی سیاره‌ها به همین شکل میمیرن. اما اینجا یه اما خیلی بزرگ داره. ستاره های اندازه خورشید و تا 10-15 برابر سنگین ترش، اینا هسته‌هاشون میتونن مقاومت کنن در برابر گرانش. یعنی درسته که سربازاشون نیستن، یعنی فرض کن هسته فرمانده است، همجوشی هسته‌ایش سربازاش. حالا تو فرض کن یه فرمانده اقدر کلفته که همه سربازای دشمن یه تنه حریفه. این اتفاقی که برای سیاره‌های اندازه خورشید و یه مقدار سنگین‌ترش میفته. ولی ستاره‌های سنگین‌تر، ستاره‌هایی که حداقل 20 برابر خورشید وزنشونه، هسته‌هاشون نمیتونه در برابر گرانش مقاومت کنه، از هم فرو میپاشه و اینجاست که سوراخ فضایی معروف به وجود میاد یا متولد میشه. اما یه نکته خیلی جالبی که راجع به سیاه‌چاله هست و من کمتر جایی دیدم که بهش اشاره بشه، اینه که سیاه‌چاله ها هم عین بقیه چیزهایی که گرانش دارن مدار دارن. برای مثال یه سیاه‌چاله به اسم ساجیتاریوس ای استار هست که مرکز کهکشان راه شیری رو تصاحب کرده. عقب بدون گفتم اینجی ماس. آیا ما کشیده شدیم توش؟ خیر، چون تو مدارش قرار داریم و زمانی که تو مدارش قرار بگیری اتفاقی برات نمیفته. مشکل از جایی شروع میشه که تو از مدار خارج بشی و به سیاه‌چاله از مرزی که مدار برات تعیین کرده نزدیکتر بشی. خب رفقا، اینم از این ویدیو. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. اگر نظری، انتقادی، فوشی چیزی هم داشتین برام تو کامنت ها بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی بدرود.